سلام، من نرگسم و شما به یه جلسه دیگه از کلاس یوگا خوش اومدین. امروز میخوایم چند دقیقه با هم روی کل بدنمون کار بکنیم، مدیتیشن و شاواسانا هم انجام بدیم. خیلی خوب، برای شروع توی وضعیت راحت بشین، مثل وضعیت 4 زانو یا هر جوری که خودت راحت هستی. شونه ها رو بده بالا و عقب، یه ذره گرفتگی‌های گردنت رو رها کن، یه تکونی به بدنت بده و تو اون حالتی که احساس راحتی میکنی قرار بگیر. حواست باشه ستون مهرهات عمود بر زمین باشه، چشم ها روی هم یا چشم ها نیمه بسته به سمت زمین. شروع کن به نفس کشیدن، دم و بازدم. عمیق و آهسته نفس بکش. اجازه بده در مرحله اول جسمت و بعد فکر و ذهنت هم آروم آروم بشه. نفس ها جاری و روون بدون فشار. دم و بازدم. دم بازدم. جریان نفسات رو دنبال بکن. هوایی که وارد سوراخ‌های بینیت میشه قفسه سینه و ریه رو پر میکنه و با بازدم هوایی که از سوراخ‌های بینی خارج میشه. سعی کن همه برنامه ها، همه فکرات رو بذاری کنار. حواست رو بیاری روی این لحظه. دم بازدم. چند تا دم و بازدم دیگه همراه باش با بدنت، با نفس ها، با حس هایی که توی این لحظه داری. هوایی که بخوره به پوست صورتت احساسش کن و نفس ها رو ادامه بده. یه نفس دیگه. انگشتای دستتو آروم حرکت بده. دستا رو جلوی قفسه سینه روی هم بذار. 3 بار با هم ذکر عمر رو میخوایم تکرار بکنیم. دم بگیر، با بازدم آوای عمر رو تلفظ کن. چشما رو به زمین باز کن. نماسته. خب تمرین امروزمون رو خوابیده شروع میکنیم. دراز بکش روی مت. پای راستت رو بکش توی شکم. پای دیگه صاف و کشیده. ساق پاشو به زمین فشار بده. پای راست رو به بدنت نزدیک کن. نفس ها از مجرای بینی. دم و بازدم. خوبه، جای پا رو عوض کن. گودی کمرتو کامل به زمین بچسبون. هر 2 تا پا رو بغل کن، به خودت نزدیک کن.
گودی کمر رو به زمین فشار بده با کشیدن پاها توی شکم. خوبه. کف پاها روی زمین. حالا ازت میخوام پنجه پاتو بکشی به سمت آسمون و بعد پاشنه پا رو از روی زمین بلند کنی. ادامه بده. سه تای دیگه. 1 2 و 3. عالی. حالا ازت میخوام کف پا رو به هم بچسبونیم، زانوها رو به طرفین باز کنی، شروع کنی به پروانه زدن. گودی کمرت حتما به زمین چسبیده باشه. عالی. حالا پا رو برگردون وسط، زانوها رو به هم نزدیک کن، کف پا رو از هم دور کن جوری که کشش بیفته کناره پاهات. نگهش دار لطفا. خوبه. عالی. برگرد وسط. پای راستتو بکش توی شکم، ببرش بالا. پنجه پا به سمت آسمون و بعد پنجه پا رو بکش به سمت صورتت تا جایی که میتونی. زانو رو صاف نگه دار. اگرم صاف نشد اشکالی نداره، به مرور بهتر میشه. پا پوینت و فلکس. عالی. 2 تای دیگه. خوبه. حالا زانو رو خم کن، پاشنه پا به باسن نزدیک بشه و پا بره بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8. کف پا روی زمین. بریم برای سمت دیگه تمرین رو تکرار کنیم. پای چپ توی شکم، بره بالا، پنجه، پوینت فلکس، پوینت فلکس. 4 5 6 7 و 8. زانو خم، پا باز. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. کف پا روی زمین. یه کوچولو پاهاتو بتکون. عالی. برو بریم برای تمرین بعدی. پای راستو بیار بالا، پا رو فلکس کن، زاویه 90 رو نگه دار. پاشنه پای راست میره به سمت زمین، میاد بالا. 1 2 3 4. گودی کمرت رو زمین. 5 6 7 و 8. کف پا روی زمین. سمت دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. جفت پاها بالا، پای راست بخوره زمین. 1 پای چپ بخوره زمین. 1 2 شکم منقبض. 3 جفت پا فلکس. 4 5 6 7 8. عالی. پا رو بذار رو زمین، پا رو بتکون، نفس بکش. مرسی. بریم برای وضعیت پول یا ستو بانداسانا. کف دستا کنار بدن روی زمین، کف پاها روی زمین، زانوها و پاها به اندازه یه عرض لگن از هم فاصله داره. کف پاهامو فشار میدم به زمین، با انقباض شکم و باسن لگن رو میکشم بالا، میذارم زمین. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 و بالا بمون 10 9 8 7 6 شکم باسن داخل 5 4 3 2 و 1 آروم بیا پایین پاها رو بتکون جفت زانوهاتو بکش توی شکم اگر تونستی چونه رو بیار به زانو نزدیک و بعد برگرد خیلی خوب بریم برای تمرین بعدی میخوام پای راستتو از روی زمین جدا کنی و حرکت پل رو تکرار کنی اگه برات سخته همون قبلی رو انجام بده 1 2 3 4 5 6 7 8 بمون 8 7 6 5 4 3 2 1 رها پاها رو بتکون نفس باریکلا برو بریم برای پای چپ پای چپ بالا کف پای راستمو فشار میدم لگن رو میکشم بالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نگهدار بالا 8 7 6 5 4 3 2 1 رها پا رو بتکون جفت زانوها توی شکم پیشونی رو نزدیک کن به زانو نفس جاری و رها باریکلا قلط بزن به پهلوی راستت و بیا روی مته توی وضعیت میز قرار بگیر خیلی خوب بریم برای گربه گاو دم وضعیت گاو بازدم وضعیت در واقع گربه پشتم رو گرد میکنم دم بازدم دم بازدم ادامه بده با هر سرعتی که دوست داری هر جوری که الان بدنت نیاز داره وضعیت گربه گاو رو انجام بده خیلی خوب عالی حالا ازت میخوام دستا رو بکشی به سمت جلو قفسه سینه رو به زمین نزدیک کنی پاپی پوز نگه دار اگه تونستی چونه رو بذار رو زمین 5 4 3 2 و 1 آروم آروم بیا بالا پشتتو گرد کن نفس بکش مرسی خیلی خوب عالی یه بار دیگه برو تو وضعیت میز کف دستا رو یه کف دست ببر جلوتر دستا فشار پا فشار سگ سر پایین پدال بزن با پاهات پاشنه پنجه کن پاشنه پنجه پاشنه پنجه نفس خوبه زانوها خم با پاها قدم بردار به سمت دستا پاها اندازه عرض لگن فاصله داشته باشه خم به جلو بیا تا 90 درجه بالا دم بگیر با بازدم زانو خم شکم رو بچسبون برون دستا کنار گوش بیا بالا دستا جلوی قفسه سینه روی هم چند تا دم و بازدم همراه باش با بدنت نفس بکش دم بازدم دم و بازدم خیلی خب بریم با هم یه سیکل داشته باشیم پام اندازه عرض لگن فاصله داره دستا جلوی قفسه سینه کف پا رو به زمین فشار میدم حضورم رو حس میکنم توی این لحظه یه نفس عمیق دستا رو بکش به سمت بالا دم خم به جلو بازدم کف دستا روی زمین پای راست عقب پای چپ عقب وضعیت پلنک بمون شکم و باسن منقبض
5 4 3 2 و 1. زانوها روی زمین. آرنجا رو خم کن. چاتورانگا، مار کبرا. یه کوچولو بیا به سمت بالا. اگه خیلی برات سخته دستاتو ببر جلوتر. کف دستا فشار، پنجه پاها فشار. پاها رو بیار جلوتر. سگ سر پایینت رو بچین. نفس. 5 4 3 2 و 1. پای راستتو ببر به سمت بالا، بیارش به سمت زمین. پای چپتو ببر به سمت بالا، بیارش بذارش بین دستا. پای عقبی 45 درجه به سمت داخل. دستا رو بکش بالا، زانوی جلوی خم. جنگجوی شماره 1. لگن به سمت سر مت. بمون. 5 4 3 2 و 1. جنگجوی شماره 2. لگن و بالا تنم میچرخه به سمت پهلو. پای عقبی 90 درجه میشه به سمت کناره مت. 5 4 3 2 و 1. دست راست پشت پای راست، دست چپ بره بالا. رورس وریر. 5 4 3 2 و 1. برگرد به سمت سر مت. دست چپ هم پشت پای چپ، دست دیگه بالا. پاشواکاناسانا. 5 4 3 2 و 1. دستا روی زمین. پای چپ رو ببر عقب. سگ سر پایین. بمون. نفس بکش. 5 4 3 2 و 1. پای چپ رو بکش بالا تا جایی که میتونی بذارش زمین. پای راستتو بکش بالا، بذارش بین دستا. پای عقبی 45 درجه به سمت داخل. جنگجوی شماره 1. 5 4 3 2 و 1. جنگجوی شماره 2. پا میچرخه به سمت پهلو، بالا تنم میچرخه به سمت پهلو. زانوی جلوی خم. 5 4 3 2 و 1. رورس وریر. دست چپ پشت پای چپ، دست دیگه بره بالا سمت مخالف. 5 4 3 2 و 1. دست راست پشت پای راست. پاشواکاناسانا. 5 4 3 2 و 1. جفت دستا روی زمین. سگ سر پایین. پلنک. چاتورانگا. میتونی زانوتو رو زمین بذاری. سگ سر بالا یا مار کبرا. روی پا روی زمین. سگ سر پایین. پای راست بره بالا، بیاد بین دستا. پای چپ بین دستا. بکش بدنتو به سمت جلو و بالا. بیست روی مت. چند تا نفس عمیق. چشم ها روی هم. دم و بازدم ها رو مشاهده کن. حس و انرژی که توی بدنت جریان پیدا کرده رو مشاهدش کن. نفس بکش. دم و بازدم. دم بازدم. دم و بازدم. عالی. بشین روی مت. پای چپم رو خم میکنم. پای راست و کف پا رو میذارم بیرون پای دیگه. بپیچ به سمت راست. اگه میتونی دور زانو رو بغل کن یا حتی آرنجتو بذار پشت زانو. یه پیچش روی بدنت ایجاد کن. نگه دار. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. برو بریم برای سمت دیگه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. عالی.
برگرد وسط، دو زانو بشین، پنجه پاهات زیر پا رول بشه، کشش کف پا بیفته، دستا رو بکش بالا، دم به پیش به پهلوی چپت، باز دم، دم باز دم. ادامه بده. 3 4 5 یه دونه دیگه، 6 و 6. عالی. دستا رو رها بکن. خیلی دراز بکش روی متت. آبم دیگه داره بهمون نزدیک میشه. چند ثانیه کوتاه شاواسانا. گودی کمرت رو میدونی که باید یه بالش چیزی زیر پات بذاری گودی کمرت پر بشه. دستا رها، پاها رها. چند تا نفس عمیق. فرمان آرام باش بده به تک تک سلول های بدنت. کل بدن رها، ریلکس. آروم غلط بزن روی پهلوی راستت. خودتو بغل کن. عشق بده به خودت توی این لحظه. با کمک دستا بلند شو، بشین روی مت با چشم بسته. دستا جلوی قفسه سینه. کف دستا رو به هم مالش بده. گرم کن کف دستا رو. کف دستاتو بذار روی چشم ها، فضای صورتت. پلک بزن، چشما رو باز کن و دستا رو برگردون جلوی قفسه سینه. نماسته. شاد و پرتوان باشی دوست عزیزم و امیدوارم که به زودی ببینمت. فعلا خدا نگهدار.